مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و این صدای گرفته و مریض من رو میبینید و میشنوید، البته تصویرم همطور، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه، سالم و سر حال و شاد باشید. امروز در برنامه پشت پرده میخوایم راجع به پشت پرده ماجرای بازداشت این چهره در عربستان سعودی یعنی علی اکبر رائفی پور با شما صحبت بکنیم که بازداشت ایشون حسابی جنجال به پا کرد و راجع به پشت پردهش به شما خواهیم گفت که اصلا چه اتفاقی افتاد که ایشون بازداشت شد و خبرها توی رسانه‌های ایران چجوری داره پوشش داده میشه و چجوری دارن این قضیه رو ماسوانی میکنن و اما اصل خبر و واقعیت خبر پشت پرده خبر چی هستش. همونجوری که میدونید علی اکبر رائفی پور به عنوان یک سخنران در خیلی از دانشگاه‌ها و مجالس و محافل مذهبی و غیر مذهبی سخنرانی‌های جنجالی زیادی رو داشته. البته این سخنرانی‌هاش بعضا با باگ، لاف، دروغ، چوسی و سایر موارد هم همراه بوده که خیلی آمده بودن این لافا و باگاش رو بررسی کرده بودن. گاهی وقتا هم صحبت‌ها و سخنرانی‌های پربار هم کم نداشته. یعنی ما اگه بخوایم عادلانه صحبت بکنیم یه مقداری صحبتاش همراه با چوسی بوده، یه مقداری از صحبتاش همراه با لاف و گندگوزی بوده، یه مقداری از صحبتاش هم که به نظر من درصد بیشترش رو شامل میشه سخنرانیایی بوده که خیلی منطقی بود و قرار بود و خفن بود و باحال بود. اما در طول این چند سال گذشته گندگوزی ها و چوسی های زیادی رو در خصوص عربستان انجام داده بوده و انواع اقسام صحبت ها رو در خصوص این کشور انجام داده بوده. حالا برای مراسم حج که رفته بوده اونجا، گویا موقعی که میخواسته تو فرودگاه جده سوار هواپیما بشه به همراه یه سری از نماینده های مجلس و آقازاده ها و خود سایر برابچ، موقع سوار شدن در هواپیما یقش کردن و گفتن که شما مدارک شناساییتون جعلیه. قابل توجه دوستان که گفتن که ما این مدارک شما رو که بررسی کردیم متوجه شدیم که این مدارک شما مدارکی نیستش که واقعی باشه و تو سیستم پیداش نمی کنیم و خیلی شیک و مجلسی شما جعلی رفتی و اومدی. البته این جعلی بودن مدرک به نظرم میتونه غیر منطقی باشه. به حال یک کسی مثل رائفی پور که برای بچه بالا و آدم‌های پرنفوذ ارتباط دارن با این آدم، دیگه گرفتن یه ویزای عربستان، ویزای امریکا و کانادا و اروپا نمیخواسته بگیره که ویزای عربستان بوده، اونم برای مراسم حج، لازم نداره که بخواد جعل بکنه. ولی خب اینها همش بهانه بوده به خاطر اینکه آیه رائفی پور که این چهره و این عکسش هم حسابی وایرال شده بوده، یه سری سخنرانی‌ها انجام داده بوده در خصوص عربستان. عربستانی هم گفته بودن که ما مثل خودتونیم دیگه، سیستم بزن در روی تمام شده و شما اگه بری یه جایی گندگوزی بکنی، یه جایی بخوای راجع ما حرف بزنی، ولی ما این چیزا حالیمون نه، ما هم جامعه گیرم تو فرودگاه یقت میکنیم و الان ممنوع الخروج از کشور عربستان و حالا اونجوری که مقام‌های مسئول ایرانی، سخنگوی وزارت امور خارجه و سایر برابچ اعلام کردن، توی زندان و بازداشت نیست، مهمان هتل‌های 6 ستاره کنسولگری ایران در عربستانه و داره مفت میخوره و میخوابه. هرچند حضور ایشون در عربستان بیشتر از ضرر واسه ما، چون که از پول ملت ایران هزینه بشه برای ایشون در هتل‌های 6 ستاره. در صورت ایشون در صورت ولش میکنه و میاد ایران، ولی اینجوری مفت خوابیدن و اینا ضرره برای عربستان. خواستم میگم که الکی وقتی خودتون طرف نکنید. اما یه سری سخنرانی‌ها کرده بوده در خصوص عربستان که این سخنرانی‌ها کار دسته آیه رائفی پور داده. بریم بشنویم ببینیم چی گفته. یکی دو تاشو گفتم همینجا سخنرانی فکر کنم کردم در مورد عربستان بهتون گفتم. عربستان صدام 2 از نظر من. 500 میلیارد دلار خرید نظامی شوخی نیست. 6600 تا موشک رفته خریده. 6600 تا موشک برای یمن میخواد. یمن اصلا موشک نمیخواد. یمن هواپیما دارن میزنن برمیگردن، هیچ کم نمیتونه بزنشون. 4 سال دارن بمباران میکنن برمیگردن راحت. از 60 کیلومتری هدف تو هوا شلیک میکنه، نقطه زن میخوره.
موشک‌های هدایت لیزری داره میخوره توی هدف. 6600 تا موشک برای چی خریده؟ دانگفنگ 3 برای چی رفته خرید عربستان؟ دانگفنگ به هر حال اینا سخنرانیایی بوده که کار دستش داد دیگه. خب 3 چند هزار کیلومتری بردش. یمن میخواد بذاره که بیخ گوششه؟ برای کی داره خودش آماده میکنه؟ منتها این قبلش شرط بود دیگه. آقای ملک سلمان اوکی ما اجازه میدیم پسرت بشه پادشاه، بقیه هم خفه میکنیم به شرط اینکه هم بعد بر ما یه کارایی بکنه. یه خطر داشت اگه جنگ شروع میشه، جنگ عربستان و ایران، این حوثی ها باب المندب رو میبستن. باب المندب نصف تجارت دنیا قطع میشه. باید قبلش عربستان کار حوثی ها رو یه سره میکرد. همین چی شد؟ بعدش من نظرم اینه بعدش ایران. اینجوری ترس رو میندازن تو جون مردم، حرفای خوشگل. آقا این میخواد جنگ بکنه، ایران میشه سوریه دوم، لبنان سوم، عربستان چهارم، خواهش بشه عربستان. چپ و راست این سیاسی‌ها که مصاحبه میکنن میگن ایران میخواد بشه سوریه دوم، ایران میخواد بشه لبنان دوم. والا وضعیت اون الان شرایط فعلی ایران بهتره با این همه وضعیت جنگ زدگی و فلان و بیسان و کوفت و زهرمارش. حالا این یه سخنرانی دیگه هم این دوستمون داشته و در خصوص عربستان انجام داده بوده که حالا اینا هم ببینید جالبه. عربستان سعودی یکی از کشورهایی که در دنیا نظیر نداره در نقض حقوق بشر. خاشقچی بردن و تو بنده خدا رندش کردن، فکر کنید تیکه تیکه کردن، انداختن توی اسید ذوب کردن، ریختن تو چاهک. یعنی آدمی بیرون نیومد اونجا، ذوب شد تو اونجا. و کریستیانو رونالدو آدم ضد صهیونیسته. بارها شما دیدید که میره با فلسطینیا عکس میندازه، پرچم فلسطین، بارها ازش. کریستیانو رونالدو او یارو فوتبالیسته، یعنی به کریستیانو رونالدو هم رحم نکره، مفت اونم برده. میگه رفته با صهیونیستا اینور اونور عکس گرفت. پشمام. خب خواستن به اسرائیل دعوتش کنن، مسی رو مجاب کردن، رفتن جلوی دیوار ندبه قرار گرفت، کیپا گذاشت رو سرش، اما کریستیانو رونالدو رو نتونستن مجاب کنن. اینجا باید ایران وارد میشد، کشوری مثل ایران باید وارد میشد. عرصه‌ای که هرگز اینا پول خرج میکنن، اینا پول نفتشونو، خرج توسعه ورزششون، نمیدونم توریستشون و این صحبت ها میکنن. همه جای دنیا حرف از عربستانه. شما پول نفت رو میگیرید میذارید تو جیب مبارک، به امثال این آدم پول میدید که بیاد سخنرانی بکنه، اراجیف بپافه و همه چیزو عجق وجق و چرت و پرت نشون بده و بگه که ما الان میشیم سوریه دوم. صحبت ها الان تو ایران جنگ میشه، آی مردم بدبخت میشید، بیچاره میشید. بقیه‌اشو بشید. ما استفاده نکردیم. ببینید اون کسی که واقعا بابت عدالت خواهی در دنیا داره هزینه میده ایرانه. تنها کسی که جلوی اسرائیل ایستاده ایرانه، جلوی صهیونیستا وایساده ایرانه. و اینجا شاید یه کشور بیاد 500 میلیون یورویی هم خرج بکنه. اون کشوری هم که باشگاه داره این کارو انجام میده. هرچند میدونیم پولای نفتی پشتشه، اما حتما این اثرات فرهنگی داره، اثرات سیاسی داره، اثرات امنیتی داره. خودش هم میگه پولای نفتی. من نمیدونم چرا این پولای نفتی فقط اونجا خرج میشه. حرف از ایران میشه پولای نفتی، ایران که بیشتر از اون ذخایر نفتی داره، ایران خرج میشه. خلاصه می‌خواستم بگم که این سخنرانی‌ها کار دست رائفی پور داد و از اون طرف البته بگم که این مؤسسه مصاف که آقای رائفی پور اونجا سمت داره برای بچه‌هاش و اعضاش گفتن که البته اومدن دعوتشون کردن به خویشتن‌داری، به خاطر اینکه گفتن خیلی از زائرای ایرانی الان تو عربستان هم گفتن که ما آتش به اختیاریم و ما می‌خوایم بریزیم در سفارت و اینور و اونور و پرچم آتیش بزنیم و از این صحبت‌ها که گفتن حالا فعلا به خویشتن‌داری دعوتشون بکنید که کردن و این اتفاق افتاده. ولی از اون طرف چمدونا و وسایل رائفی پور رو توی ایران تحویل دادن و فعلا خودش اجازه خروج از عربستان رو نداره. احتمالاً شاید دادگاهی بشه، شاید براش زندان ببرن و شاید هم حتی این ماجرای ویزام پاپوشی باشه که حالا براش دوختن. اما اون چیزی که مشخص هستش به دلیل استفاده از مدارک جعلی و ویزای جعلی الان در حال حاضر در عربستان ممنوع خروج. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر خبر جدیدتری هم به دست ما رسید حتما برای شما منتشر خواهیم کرد و حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، اگر هم حال کردید برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.